شده زندگیتون طوفانی بشه و بترسین از اینکه غرق بشین و وسیله‌ای برای نجات نداشته باشین؟ قطعاً زندگی هممون یک روزی طوفانی شده و خواهد شد. مهم اینه که ما کشتی بسیار محکم با لنگرهای خیلی خوب داشته باشیم. عزیزای من، برای اون روزی که طوفان‌های زندگی خودتون یا عزیزانتون رو تهدید میکنه یه فکر اساسی بکنید. فقط این نیست که ما تبلیغ کنیم بیمه عمر بخرید، بیمه آتش سوزی بخرید و یا بیمه هایی که اموال و جان شما رو حفظ میکنه، بلکه یک واقعیتی که در جامعه ما متاسفانه به اون چندان اهمیت داده نمیشه. شما بدون اینکه اموالی داشته باشید یا بدون اینکه درآمدی داشته باشین قطع به یقین نمیتونین خوب زندگی کنید. نمیتونین توی ساحل آرامش زندگیتون قدم بزنید و با خیال راحت شاد در کنار خانواده‌تون باشید. نیاز دارین به این که یک پشتوانه داشته باشید. این حقیقت رو در زندگیتون یاد بگیرید و به بچه هاتون هم آموزش بدید. وجود انواع اقسام بیمه ها توی زندگی شما میتونه همون حکم کشتی به همراه یک ناخودآگاه و چند لنگر بسیار محکم رو داشته باشه که از طوفان‌های زندگی به راحتی عبور بکنه.